او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانه احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای از بیرون نخوانده و نگاه هم وای احمق است. دیگه من همون نامه رو خواندم با اون کس که اخلاص من کم بود از سرش با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود میشم تمام شد. بخواد که انسان به علمی قدر دشمن باشد. یکم خانه داشتگی بودن توخه که یکم لباس سفید خشرویم آدم یک شخص در اومد گفته تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. من میگفتم تو کی؟ خیلی مقصدم خیلی گفته فرشته خبر مرگ تا آوردم. ولی الله اون نیست که ادعا بکنن من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست که هر روز برای مریدان تعریف بکنه من شب پیغمبر را خواب دیدم به من گفت که فلان مرید را بگو شتر بکشد، فلان را بگو گوسفند بکشد. اینی که ادعا میکند. عین و 4 کتاب رو با فرزندان بیاموزید. آنها مهمترین کتاب‌های حنفی میباشند. 4 سر لوچ یعنی بدون تاقی و امامه نماز نخوانید. ولی این اولیاء الله کی هست؟ خوب اینجا دقت کنید. امروز خیلی ها هستند ادعای اولیاگری دارد. هر کس که تسبیح بلندتری داشت، امامه بزرگتری داشت، قبای بهتری داشت، این دلیل ولایت نیست. اولیاء خدا صفاتی دارند. اولیاء الله 2 صفت اینجا الله ذکر کرده. 1 الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند. ایمان یعنی اعتقاد صحیح، ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی یکتاپرستی، ایمان یعنی توش شرک نباشد، توش خرافات نباشد. ایمان، اعتقاد، باور، یقین. پس صفت اول چی هست؟ عقیده صحیح. صفت دوم و کانوا یتقون، عمل صالح. ایمان کامل، عمل صالح. در عملشون تقواست، خدا ترسی هست. ولی الله اون نیست که ادعا بکنن من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست که هر روز برای مریدان تعریف بکنه من شب پیغمبر را خواب دیدم به من گفت که فلان مرید را بگو شتر بکشد، فلان را بگو گوسفند بکشد. اینی که ادعا میکند. یا اونی که به قول حضرت استاد رحمه الله امام میفرمودند که میرفت وقتی با مریدانش کسی نبود همینطور معانقه میکرد، دست باز میکرد، به مریدان میگفت پیغمبر خدا آمده بود با او داشتم مصافحه میکردم، میخواد نشون بده که من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست. ولی الله اینه که این صفات را داشته باشه. او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانه احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای از بیرون نخوانده و نگاه هم وای احمق است. دیگه من همون نامه رو خواندم با اون کس که اخلاص من کم بود از سرش با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود میشم تمام شد. بخواد که انسان به علمی قدر دشمن باشد. نه من شما بچه ها خواهش میکنم که این ملا رو گپاشان نگیرید. عصر 21 شده است، عصر بیداری است، عصر از خواب غفلت خیستن است، عصر با چشم کشاد دنیا رو دیدن است. دیگر با کرتی آستین کلته نماز خواندن، با سر لوج نماز خواندن هیچی در اسلام باقی ندارد. پیغمبر خدا سر لوج نماز میخواندن، صحابه رسول اکرم سر لوج نماز میخواندن. صحیح بخاری را قبول نداره، فقه کیدانی را قبول داره، فرض عین قطعی. او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانه احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای از بیرون نخوانده و نگاه هم وای احمق است.
فقط مسلمانی در همه تاجیکستان ما نیست. الحمدلله امروز 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا، هم میوایان لا اله الا الله میگویند، هم میوایان نماز میخوانند. شما چشماتون کشه تلویزیون امروز پرابلیس که انتن برآمده است، انتنای ماهواره‌ای، همه جان ببین مسجدها هم نماز میخوانند با سر لوچ، با موی سرو، با کرتی آستین کلتر، مگر نمازهای ما قبول میشه. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عبارت خوش آن است که مستحب است نماز خواندن با سر لوچ وقتی که برای تواضع باشد. این خودی سخن امام اعظم است، اگر با کشف رأسی گپی صدر شریعه باشد. در مشکات 5 حدیث است در باب سطر که رسول اکرم سر لوچ نماز خواندند. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه جهلکشان و سلشان کشال بود در میخ، نماز خواندن با سر لوچ، با تکی 1000 طاقت، کرتشان هم نبود، از نافشان پایان 1000 بود، تنشان لوچ نماز خواند جهلکشان کشال. بعد نماز خواندن پس همین مولای ما باریم مختصر خان گفت که یا جابر اتصلی فی ثوب واحد و ثیابک موضوعة علی المشیة. حضرت گفتن جابر شما هم 1000 طاقت نماز بخونید. جهلک تو لیرانی احمق مثلک، من برای همین هم تو خانو که تو برای احمق مختصر خواه بینه که نماز با 1000 طاقت درست میشه. ابن عزیزان من، آخی همه این در مختصر نیست. او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانی احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب بود، مختصرش چیزی که در هوای قبو اعضای بیرون نخوانده او نگاه هم وای احمق است. آخر علم با 4 کتاب پیش نمیرد. امروز آسمان برآمدن دشمنای خدا، علم به خواندن، به تفسیر خواندن، به حدیث خواندن، با چیز پیش میرود. دیگه من همون نامه رو خواندم، با اون کس که اخلاص من کم بود از سرش، با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود ویش هم تمام شد. بخواد که انسان به علم اینقدر دشمن باشد، بخواد که انسان به آخه مذهب شافعی هم حق است، مذهب حنبلی مالکی هم حق است. چی ضرورت اگر کتاب میخوانیم ما از دین براریم؟ چی کم بودی دارد باید؟ نه من شما بچه ها خواهش میکنم که این ملا رو گپاشان نگیرید. عصر 21 شده است، عصر بیداری است، عصر از خواب غفلت خیستن است، عصر به چشم کشا دنیا رو دیدن است. دیگر شما میخواهی که شناسه که دشمنان اسلام به مقابل شما چی توصیه ها دارند، امروز تفسیرها رو خوانید، امروز کتاب های نشر مشنگی رو خوانید. نه بس سر لوز نماز خوانده هیچی باقی ندارد، کرتی آستین کردن نماز هیچی باقی ندارد. پیغمبر خدا چی رو برای ما من کرده همش معلوم است. بنابراین شما وقتی که در دانشگاه میخوانه بچه های خوش رو از درس که برآمدید با همون فرمی دانشجوییتان، کدام فرمی که باشد، طهارت کنه، مسجد رو به نماز در پیشگاه پروردگار والله برابر مولای سلودار عبادت شما رو خدا قبول میکنه. خداوند به صورت ظاهری نگاه نمیکنه، خداوند به ایمان و به غیرت نگاه میکنه، به همت بندش نگاه میکنه. دام الله حکمت الله تاجیک آبادی پیش از دنیا را پدرود گفتنش با ما 9 وصیت باقی مانده است. یکم، پیوسته با طهارت باشید، طهارت را به طور کامل بگیرید. دوم، پایها را در طهارت پوره بشویید. سوم، کتاب فرض عین و 4 کتاب را با فرزندان بیاموزید، آنها مهمترین کتاب های حنفی می باشند. چهارم، سر لوچ یعنی بدون تاقی و امامه نماز نخوانید. پنجم، در ختم نماز 3 دعا نمایید مطابق تعلیمات امام اعظم رحمت الله علیه. ششم، در هنگام سفر نمازهای سنت را خوانید. کسانی که نمازهای فرضی را خوانده نمازهای سنتی را نمیخوانند نمازشان نزد خدا قبول نمی شود. واعظ و مولوی های سلفی از جمله ختم کرده های پاکستان و دیگر مرکزهای دینی به مذهبان از مذهب غافلند، فتوای آنها ماهیت حنفی ندارد. هفتم، توسط اینترنت تعلیم دینی نگیرید، اسلام را نزد علمای حنفی بیاموزید. هشتم، کودکان را از خردسالی به آموزش اسلام تشویق نمایید تا در این ایام به نمازخوانی شروع نمایند. نهم، نماز بال و پر مسلمان است، در خردسالی بال و پر کودکان را قطع نکنید.
در مسئله فرشته ها برادر عزیز، فرشته که در چشم آدم نمیتابه اصلا، لیکن خدا بخواه فرشته در نظر آدم عیان میشه. و مثال چند اولی الله فرشته را دیدن، فرشته پیشان آمدن. یک پیغمبر ها که اینجای دیگه سخن نیست، لیکن بعضی علما و بعضی اما کتاب ها میگذره که مقصد فرشته آمدن قدشان صحبت کردن. حتی مرحوم محمد اکرم علیه رحمه گفتم پیش دنیا گذاشتن شد 3 روز و 4 روز پیش گذاشتن شد، گفتیم که خانه داشتگی بودن توخه که لباس سفید خشروی آدم یک شخص در آمد گفته تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. من میگفتم تو کی؟ خیلی مقصدم خیلی گفتم فرشته خبر مرگ تا آوردن حضرت عزرائیل میآید. تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. من میگفتم تو کی؟ خیلی مقصدم خیلی گفتم من فرشته خبر مرگ تا آوردن حضرت عزرائیل میآید گفتست برای قبض روح میآید. خیلی ولی این اولیاء الله کی هست؟ خوب اینجا دقت کنید. امروز خیلی ها هستند ادعای اولیاگری دارد. هر کس که تسبیح بلندتری داشت، امامه بزرگتری داشت، قبای بهتری داشت، این دلیل ولایت نیست. اولیاء خدا صفاتی دارند. اولیاء الله 2 تا صفت اینجا الله ذکر کرده. 1 الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند. ایمان یعنی اعتقاد صحیح، ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی یکتاپرستی، ایمان یعنی توش شرک نباشد، توش خرافات نباشد. ایمان، اعتقاد، باور، یقین. و صفت اول چی هست؟ عقیده صحیح. صفت دوم و کانوا یتقون، عمل صالح. ایمان کامل، عمل صالح. در عملشون تقواست، خدا ترسی هست. ولی الله اون نیست که ادعا بکنن من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست که هر روز برای مریدان تعریف بکنه من شب پیغمبر را خواب دیدم به من گفت که فلان مرید را بگو شتر بکشد، فلان را بگو گوسفند بکشد. اینی که ادعا میکند. یا اونی که به قول حضرت استاد رحمه الله امام میفرمودند که میرفت وقتی با مریدانش کسی نبود، همینطور معانقه میکرد، دست باز میکرد، به مریدان میگفت پیغمبر خدا آمده بود با او داشتم مصافحه میکردم، میخواد نشون بده که من ولی الله هستم. ولی الله اون نیست. ولی الله اینه که این صفات را داشته باشه. بسا هستن ادعای ولایت میکنند، تسبیحشون هم بلنده، شب و روز ذکر میکنند، نماز ولی نمیخونه. مرید میگه حضرت نماز، میگه شما با من کار داشته نباشید، من اونجا مکه میرم نماز میخونم میام، شما نمیبینید. یعنی اینقدر فریب. این ولی نیست، این عرض کنم که دشمن خدا است، دشمن دین خدا است. یک کسی میگفت، یکی از همین افراد که هنوز هم هست در زاهدان، میگفت باش حسابی داشتیم و کار اداری داشتیم، یه حاجی معتبری، میگفت رفتیم به مشهد، اونجا هر وقت نماز بود این فقط تسبیح داشت، تسبیحات میکرد. گفتم نماز؟ گفت نمازت را بخون، با من کار داشته نباش. هیچ. میگفت 3-4 روز با هم بودیم، یک نماز هم نخوان. اینجا صدها مرید داره، هر شب جمعه حلقه ذکر داره. اینا ولی نیستند، اینا دشمن دین هستند. رسول خدا صلی الله علیه وسلم قبلا خدمت شما عرض کردم که در آخرین لحظات که نمیتونه راه بره، 2 نفر از 2 طرف گرفتن زیر بغل رسول الله را، کش میخورد میاد به مسجد، نشسته نماز میخونه. در اون حالت نماز میخونه، 3 بار بلند میشه، قش میکنه، میخواد بره مسجد. آخر میگه مرو ابابکر فلیصلی بالناس،
اون پیغمبری که الله میفرماید واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا لحظات موت خدا را عبادت کن و عبادت کرد. نشان داد پیغمبر از نماز معاف نمیشه، از جماعت خودش را معاف نمی کند، کش میخورد و میرود به جماعت میرسوند خودش را. این ولی کی هست که این نماز از این ساقط شده، این از اینجا روحش میره بیت الله، در جماعت شرکت میکنه و برمیگرده؟ این فریب شیطان است. لذا کار شیطان میکند نامش ولی همین است. گر ولی این است و لعنت بر ولی. لذا الله میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی بر آنان خوفی نیست و آنان در رابطه با دنیای از دست داده غمی ندارند. الذین آمنوا، اولیاء کسانی هستند که ایمان دارند، عقیده صحیح، و کانوا یتقون، تقوا، خدا ترسی، عمل. حضرت امام رازی رحمه الله اینجا همین مطلبی که بنده عرض کردم در دو جمله بسیار زیبا فرموده ولی الله من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح. ولی الله اون کسی هست که اعتقاد صحیح داشته باشد، المبنی علی الدلیل، اعتقاد صحیح که بناش بر دلیل باشد، بر قرآن و سنت باشد. این یک، اول دلیل و عقیده صحیح که مبناش قرآن و سنت باشد. دو، و یکون آتیا بالاعمال الصالحه، اعمال صالحه داشته باشد علی وفق ما وردت به الشریعه، اعمال صالحش مطابق شریعت باشد نه خلاف شریعت، از خود درست نکند، خرافاتی نباشد، بدعتی نباشد، بلکه اهل سنت باشد، یعنی واقعا پایبند سنت باشد، مو به مو، قدم به قدم از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم تبعیت کند. نه اینکه شب و روز با زنها نشسته و حلقه ذکر دارد، مرید داره میگیره. این نیست ولایت. ولایت اینه که مطابق سنت باشه. نامش ولی، زن میاد دستش را میبوسد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون مقام شامخی که داشت از پشت پرده با زنها صحبت میکرد. این به کجا رسیده که زنها دستش را میبوسند؟ لذا این خلاف شریعت است. ولایت در یک جمله به قول حضرت استاد رحمه الله و به قول امام رازی که اینجا خواند، ولایت اونه که زندگیش را نگاه کن، اگر مطابق شریعت بود، مطابق سنت بود، اون واقعا ولی هست. اگر ذره خلاف شریعت بود، اون ولی نیست. لذا الله برای این اولیاء خودش بشارت داره، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای اینها خوشخبری هست در زندگی دنیا و در آخرت. خب در آخرت خوشخبری مشخص، بهشت، دیدار رب هست، اما در دنیا خوشخبری چیه برای ولی؟ دو تا تفسیر نوشتن، دو خوشخبری نوشتن. یک، مراد از بشارت در دنیا بشارت هایی که خداوند در قرآن بیان فرموده، مثلا یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. این بشارتی که قرآن بهش میده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار الى آخره. پس لهم البشرا فی الحیات الدنیا، در همین دنیا بهش مژده بهشت رسیده. و توجیه دوم، مراد از بشارت در دنیا الرؤیا الصالحه، خوابهای خوب میبیند، خدا در همین دنیا دلگرمش میکنه، خواب زیبا میبینه. هی الرؤیا الصالحه یراها المسلم او یرا له، تفسیر مدارک. بشارت در دنیا خوابهای صالحی هست که مسلمان میبیند یا دیگران برای او میبینند.
این بشارت در دنیاست. لذا الله می فرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، برای آنان بشارت و مژده است برای اولیاء خدا در زندگی دنیا و در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی تبدیل ندارد. منظور این که وعده‌ای که خدا کرده اون وعده برو برگشت ندارد. ذلك هو الفوز العظیم، رستگاری عظیم، فوز عظیم این هست.